بهترین نعمت برای والدین این فرزند است و با فرزند که ها زار که ها بیزار. ای آنانی که فرزند ندارید، پس بشنوید. در زمان حضرت موسی یک زن نزد موسی می آید و می گوید: ای موسی، تو که با خداوند در گفتگو هستی، تو که با خداوند در ارتباط هستی، بپرس که در تقدیر من فرزند هست یا نه. می شوند و می بینند ناگه در کنار آن زن دو طفلک دوست رویک. حیران می شوند. آخر خدایا، تو که گفتی در تقدیرش فرزند نیست، این صاحب دو فرزند شده است. بعدا ندا می آید که آنچنان درم را بکوفت که آنچنان دعا کرد، آنچنان دستش را برداشت که من دست او را خالی برنگرداندم. بله، اما تقدیر جنبان هم هست. بنابراین در زندگی ناامید نشوید. ناامید شیطان است.